بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد شرح شروط الصلاة وأركانها وواجباتها لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي رحمه الله تعالى، والشرح لفضيلة الشيخ العلامة عبد المحسن بن حمد العباد رحمه الله تعالى أو حفظه الله تعالى. نعم. درس امروزی ما از این کتاب یا که از این رساله آغاز می‌برد اونجا که شیخ الاسلام فرموده است و معنى التحيات جميع التعظيمات لله ملكا واستحقاقا مثل الانحناء والركوع والسجود والبقاء والدوام وجميع ما يعظم به رب العالمين فهو لله فمن صرف منه شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. یعنی معنی تحیات چنین است: همه تعظیمات از روی ملک و از روی حق بری از آن الله هستند، مثل خم شدن، رکوع، سجود و بقا و بردوامی و جمیع آنچه که با آن پروردگار جهانیان را تعظیم کرده می شود همین آنها از آن الله هستند. پس کسی چیزی از آنها را برای غیر الله صرف کند و این مشرک و کافر است. بعدا شیخ حفظه الله تعالی می فرماید که العبادت حق الله كما قال الله عز وجل. عبادت این حق الله عز وجل می باشد، چخیلی که الله تعالی در سوره زاریات گفت است که و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یعنی من جنها و انسانها را صرف برای عبادت خودم آفریدم. سوره زاریات آیه 56. و همچنین در سوره نحل در آیه چند خب در آیه 36 چنین فرموده است: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. یعنی یقینا ما در میان هر امت پیامبری را فرستادیم که الله یکتا را بیپرستید و عبادت کنید و از طاغوت اجتناب کنید گفته. فهمیدید؟ و نیز او سبحانه و تعالی فرموده است: و ما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون. یعنی سوره انبیاء آیه 25 و ما پیش از تو هیچ پیامبری را نفرستادیم مگر آنکه با او وحی کردیم که معبود جز من نیست، پس تنها ما را عبادت کنید. فهمیدید؟ شیخ می‌فرماید که فیجب صرف جمیع انواع العبادة لله، یعنی واجب است صرف کردن جمیع عبادت ها را برای که جمیع انواع عبادت را برای الله، ولا يجوز صرف شيء منها لغيره تعالى. جایز نیست صرف کردن یگان چیزی از انواع عبادت را برای چی؟ برای غیر او تعالی. فهمیدید؟ فالصلاة لله والركوع والسجود لله والاستغاثة بالله والدعاء لله والتوكل على الله والاستعاذة بالله. یعنی مثلا نماز از آن الله است، رکوع و سجود برای الله است و مدد پرسیدن در سختی ها از الله می شود و دعا برای الله و توکل بر الله کرده می شود و پناه جستن به الله می شود یکی از الله و الله گفتم. و هکذا جمیع انواع العباده، همچنین جمیع نمودهای عبادت را که همه ها لله برای الله می باشند. قال الله عز وجل، الله عز وجل فرموده است: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين.
سوره انعام آیت 162 يعني قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين بيقومون نمازم و عبادت و قربانی من و زندگی و مرگ من همه برای خداوندی که الله پروردگار جهانیان است. فهمیده؟ ومن صرف شيئا من انواع العبادة لغير الله فهو مشرك كافر. کسی از انواع عبادت را یگان چیزش را برای غیر الله صرف کند و مشرک و کافر است. قوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. الصلاة من الله ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى كما حكى البخاري في صحيحه عن أبي العالية قال صلاة الله ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى وقيل الرحمة والصواب الأول ومن الملائكة الاستغفار ومن الآدميين الدعاء. يعني اللهم صل على محمد يا الله بمحمد درود فرست و بخاندان محمد چنانه که با ابراهیم درود فرستانی دی هر آینه تو ستوده شده و بزرگی. صلات از جانب الله ثنای الله از بنده خود در آن مخلوقاتی که در بالا اند. چخلی که بخاری در صحیحش از ابو عالیه حکایت میکنه نقل کرده گفته است که صلات الله یعنی درود الله ثنای الله است نسبتی بنده خود در آن مخلوقاتی که در بالا هستند و گفتند که رحمت است و ثواب یعنی درست اول است و از فرشتگان یعنی که صلات از فرشتگان استغفار است پرسیدن آمرزش است و از آدمیین یعنی از بنی آدم صلات وقتی که می شود این دعا می شود. نکتفی و صلی الله وسلم علی نبینا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا والحمد لله رب العالمين.